چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها می گوید نزول وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم با وسیله خوابها و رویاهای راستین شروع شد و آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم رویا می دید مانند روشنی صبح تحقق پیدا می کرد. بعدها رسول الله صلی الله علیه و سلم به عزلت و گوشنشینی علاقمند گردید و در غار حرا گوشنشین شد و چندین شبانه روز بدون اینکه به خانه بیاید در آنجا عبادت می کرد و هنگامی که توشه‌اش تمام می شد به خانه می رفت و توشه بر می داشت. خدیجه رضی الله عنها توشه او را آماده می کرد. در یکی از روزها که در غار حرا مشغول عبادت پروردگارش بود، فرشته نزد او آمد و خطاب به وی گفت بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من خواندن نمی دانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید فرشته مرا در بغل گرفت و تا جایی که تحمل داشتم فشرد و بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمی دانم. فرشته برای بار دوم مرا در بغل گرفت و به اندازه فشرد که بیش از حد توان من بود. بعد مرا رها کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمی دانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید برای بار سوم مرا در بغل گرفت، فشرد و رها کرد و گفت بخوان به نام پروردگارت، او که انسان را از خون بسته آفرید. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که قلبش می لرزید نزد خدیجه رضی الله عنها رفت و گفت مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. حاضرین رسول الله صلی الله علیه و سلم را پوشانیدند تا اینکه ترس و وحشتش برطرف شد. سپس ماجرا را برای خدیجه بازگو نمود و فرمود من نسبت به جان خود احساس خطر می کنم. خدیجه رضی الله عنها گفت خداوند هرگز تو را ضایع و نابود نخواهد کرد، زیرا شما پایبند صله رحم هستی، مستمندان را کمک میکنی، از مهمانان پذیرایی مینمایی و در راه حق مشکلات را تحمل میکنی. بعد از آن خدیجه رضی الله عنها او را نزد پسر کاکای خود ورقه بن نوفل برد. ورقه مرد مسیحی بود، انجیل را به لغت عربی می نوشت و بزرگسال و نابینا بود. خدیجه با وی گفت ای پسر کاکا، از برادرزاده ات محمد بشنو که چی می گوید. ورقه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای برادرزاده بگو چی دیده ای؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را که دیده بود گفت. ورقه بن نوفل گفت این همان فرشته است که خداوند بر موسی فرو فرستاد. ای کاش روزی که قوم تو را از شهر بیرون می کنند من زنده و جوان می بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مگر آنان مرا از شهرم بیرون می کنند؟ ورقه گفت آری، پیام را که تو آورده ای هیچ پیامبر نیاورده است مگر اینکه با او دشمنی کرده و او را از شهر اخراج کردند. اگر من تا آن زمان زنده بمانم با تمام وجود تو را کمک خواهم کرد. متاسفانه پس از مدت کوتاه ورقه درگذشت و سلسله جریان وحی نیز برای مدت معین متوقف شد.